گفت یا محسن و سوگند به حق حسنش داد تا امان یافت خلیل الله از آن شعله هیزم. دیدن روی حسن بود یقین مقصد موسی، ورنه ذات احدی را نبود هیچ تجسم. حسن از حسن سیاست، سخن از صلح و صفا گفت. دید چون موقع صلح است نه هنگام تهاجم، صلح او بود که فرصت به حسین ابن علی داد تا کند در ره دین فارغ و آزاد تکلم. بقیه این مجلس انشاءالله در معیت حضرت آقای خودمون مدینه منوره حرم رسول اکرم و قبرستان ولی اونجا عرض ادب کنیم. صلوات